سلام دوستای عزیزم، من فرزان هستم. به کانال من خوش اومدید. امروز میخوایم با همدیگه کیک خیس شکلاتی فوق‌العاده خوشمزه و آسون بپزیم. برای تهیه این کیک نیاز داریم به 3 عدد تخم مرغ. بعد وانیل دستور رو به تخم مرغ ها اضافه میکنیم. شکر رو هم به تخم مرغ و وانیل اضافه میکنیم. با همزن برقی مواد رو در حدی هم میزنیم که کرمی و کشدار بشن. حتما از ظرف دورگیری انجام بدید تا بوی تخم مرغ از بین بره. بعد روغن و شیری که داخل دستور داریم رو به این مواد اضافه میکنیم و حدوداً 1 دقیقه با دور کند همزن هم میزنیم، فقط در حدی که مواد با هم ترکیب بشن. ترکیب بیکینگ پودر، پودر کاکائو و آرد رو در 4 مرحله به مواد اضافه میکنیم. داخل ظرف مورد نظر کاغذ روغنی انداخته و کاغذ روغنی رو کمی با روغن چرب می‌کنیم و مواد رو داخل ظرف می‌ریزیم و در فر از قبل گرم شده با دمای 170 درجه سانتیگراد به مدت 35 دقیقه میپزیم. برای تهیه سس شکلاتی شیر رو داخل ظرف می‌ریزیم. شکر دستور رو اضافه می‌کنیم و شکلات تلخ رو هم به مواد اضافه می‌کنیم. روغن مایع و پودر کاکائو رو تمام مواد رو با هم ترکیب می‌کنیم و روی حرارت متوسط قرار میدیم تا مواد با همدیگه مخلوط بشن. کیک رو با چاقو از ظرف جدا می‌کنیم و لایه روی کیک رو که حالت گنبدی شکل گرفته جدا می‌کنیم و کنار می‌ذاریم. سس شکلاتی که از قبل آماده کردیم رو به کیک داغ اضافه می‌کنیم. اجازه میدیم که کیک خنک بشه و 1 لایه خامه قنادی بهش اضافه می‌کنیم. سطح روی خامه رو صاف می‌کنیم.
و از کیکی که باقی مونده پودر می‌کنیم و روی خامه می‌ریزیم. حتما این کیک فوق‌العاده خوشمزه رو یک بار امتحان کنید و از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. اگر این آموزش رو دوست داشتید لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو راجبش برای من به اشتراک بذارید. خیلی ممنونم از اینکه تا پایان این آموزش با من همراه بودید.